یه ترکیبی روزای اول طب سنتی اعلام کرد، مستکی و حلیله سیاه و شکرسرخ، گفت آقا این به خدا توی بحث بهبود کرونا مفیده. الان بعد از 9 ماه این ترکیب رو تایید کردن، در حالی که شما روزای اول این ترکیب رو تایید کرده. این چرا در حد ضرری هم نداره؟ آخه این ترکیب ضرری هم نداره. خیلی از این ترکیبات وجود داره و میشه. دست شما درد نکنه دکتر، خیلی ممنونم از اینکه تشریف آوردید، لطف کردید. تشکر می‌کنم از شما. آقا سلام دوستان، این پیج راه درمان هست که میخوام بهتون معرفی کنم. طبق اعلام سازمان بهداشت جهانی، طب مدرن غربی هیچ درمانی برای ویروس کرونا ارائه نداده. کرونا فقط یک ویروس نیست، بلکه جهش‌های مختلفی داشته. برای همینه که در افراد مختلف علائم متفاوتی رو بروز میده. دوستان، ما روزانه خبرهای زیادی در مورد مرگ و میر بر سر این ویروس رو میشنویم. 100 نفر، 200 نفر، 300 نفر بر سر کرونا فوت کردن. همونطور که در خبرگزاری تصنیم اعلام کردن، طب سنتی و طب اسلامی آمار مرگ و میرش نزدیک به 0 بوده. این به دلیل اینه که طب اسلامی و سنتی روی تقویت سیستم ایمنی بدن کار میکنن و بدن خودش با این ویروس مبارزه میکنه و به سمت سلامتی میره. یکی از قوی ترین داروها برای تقویت سیستم ایمنی بدن داروی امام کاظم علیه السلام هستش. توی این پیج کاملا در مورد این دارو توضیح داده شده. در پست‌های مختلف براتون نحوه ساختنش، بررسی علمی که روی این دارو شده، سند روایی این دارو کامل توضیح داده شده و حتی تجویزات اساتید بزرگ طب سنتی و اسلامی در مورد کرونا هم براتون قرار دادیم، مثل حکیم خیراندیش، آیت الله تبریزیان، حکیم روازاده و علامه ضیایی. دوستان، علاوه بر این شما میتونید بیش از 300 مورد نظرات کاربران که توسط داروی امام کاظم علیه السلام درمان شدن و یا اصلاً بیمار نشدن رو در کامنت ها بخونید و یه سری از این نظرات هم در هایلایت گذاشتیم که میتونید مطالعه کنید. در ضمن شما میتونید در دایرکت این دارو رو به ما سفارش بدید که براتون ارسال کنیم و یا خودتون مواد اولیه رو بگیرید و در منزل بسازید و هر مشکلی هم داشتید میتونید به ما تو دایرکت پیام بدید تا بهتون کمک کنیم. همونطور که تا الان به خیلی از کاربرها کمک کردیم که از حالت خیلی وخیم کرونا نجات پیدا کردن. دوستان، برای نجات از کرونا این پیج رو حتما فالو داشته باشید و به عزیزانتون معرفی کنید.